دوستان عزیز، مسئله اول چیه؟ مسئله اول اینه که ما بیایم شهادت حضرت زهرا که حضرت زهرا شهید شده رو ما بیایم ثابت کنیم. حضرت زهرا کجا زندگی میکرد؟ در مدینه. پیامبر میگه کسی که حضرت زهرا رو به قتل برسونه چیه؟ حضرت زهرا رو به قتل برسونه ملعونه. کسی به جز مسلمانان در مدینه نبود. پیامبر خودش وصیت کرده که کسی به جز مسلمانان در مدینه و مکه نباید بیان. هر کسی که حضرت زهرا رو به قتل برسونه هم صحابی بوده هم مسلمان بوده. حالا شما گفتین یک بیار که این روایت صحیح باشه. چشم. برای شما میارم که این روایت صحیحه. این کتاب فاطمه زهرا، فاطمه الزهرا، تالیف احمد سلمانه. میاره که روبی الکراکجی فی کتابه کنز الفوائد حدثنا فلان و فلان میگه و روایت معتبر الاسناد بل فی اعلی درجات الصحه. میگه که روایت معتبره بلکه از معتبرترین اسناد. این من یکی از علمای دیگه هم میارم که این روایت رو تصحیح کرده. این که ول تقلید ول عقاید هستش از سید روحانی. این روایت رو میاره میگه لا اشکال فی صحت سنده. میگه که هیچ اشکالی در صحت سند نیست. شما گفتین که ابن ولید، اولا که ابو ولید نیستش، اسمش از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، نه ابو ولید اسمش نیستش. اینو لطفا شما درست بگید. و این کتاب معجم الرجال شیخ خویی هستش. سید خویی میاد میگه که وقال النجاشی محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید ابو جعفر شیخ القمیین ثقه. ایشون چی بوده؟ ثقه بوده. گفته که یک روایت میاد که کسی که که محسن ثقه شده باشه. روی چشم اونم من برای شما میارم. این کتاب چیه؟ در خانه حضرت فاطمه چه گذشت؟ سید ابو حسن حسینی میگه که دلایل الامامه تالیف ابی جعفر محمد ابن رستم طبری میگه که در روایت از امام صادق مینویسد علت وفات حسن. سندم برات میخونم، سندش هم برات میخونم. در روایت از امام حضرت صادق می‌نویسد علت وفات حضرت فاطمه این بود که قنفذ غلام آن مرد به دستور او با غلاف شمشیر او را بزد به گونه‌ای که حضرت فرزندی که در رحم داشت ساقط کرد و به همین سبب آن سخت مریض شد. این روایت از حیث سند معتبر و قابل اعتماد است. گفتید سندش رو بخونم روی چشم. من سندش هم میخونم. امون نشانه بیتی خوب من میارم. گفتید سندش رو بخونم. الان براتون میخونم. یه دقیقه شما وایسید تو حرف نپرید، من براتون سندش هم میخونم. این کتاب ظلمات فاطمه زهرا هستش. میگه که وقد عندنا تعب في هذه الكتاب مع اضافه مهمه جديده من ان الاحاديث الصحيحه والاقوال معتبره. میگه من این کتابو با احادیث صحیح و اقوال معتبره نقل کردم. همین روایتو میاره. میگه که و ذکر تبری ایضا حیث قال حدثني ابو الحسين محمد بن هارون التلكبري قال حدثني ابي قال حدثنا ابو علي محمد بن حمام بن سهيل قال روبي عن احمد بن محمد البرقي عن احمد بن محمد الاشعري القمي عن عبد الرحمن بن بحر عن عبد الله بن سینان بن مسکان عن ابي بصير. بله که میگه که این روایت هم صحیحه. بفرمایید. بعد یه دقیقه من یک مطلبم بیارم از کتب شما. صبر کو او برادر، باز میریم. فرق ماه تایم ماه 1 دقیقه و نیم دارم. 1 دقیقه و نیم دارم. نه خیر، ما یک روایت آلیس یک روایت که اوردی که مو قضیه خلاص نکردیم، با دیگه روایت نمیرم. ولی گوش بگیر. بعدش هم ما یه سوال از شما میپرسیم. باشه؟ صبر. بفرمایید. بعدش هم ما یه سوال از شما میپرسیم. هر وقت میپرسی اجازت است، لیکن یک دفعه بری ما ثابت کو ما در خدمت شما هستیم. هر وقت که میای برادری ما هستی، کسی که انسانیت داره، کسی که اخلاق داره، توهین نمیکنه، ما هر وقت حاضر هستیم. برادری ما هستی و برادر اینجا علمی گفتگو، هر کسی که میای ما حاضر هستیم که قطعش بکنم. لیکن یک کسی که بیای که هر وقت که آمد توهین ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میکنه، ما عموم کسان آقای عبدالمؤمن لطفا توهین عایشه ام المؤمنین عایشه و فلان و فلان اینا رو لطفا بذارید کنار، بحث علمی رو پیش ببرید. برادران عزیز و خواهران، 3 روز شد. لطفا اسم کسی دیگه هم آقای عبدالمؤمن، شما دارین با من صحبت میکنید. خب 3 روز شد که امور روایت هر کس میاره، لیکن آل شما آوردی، ما آل از کتب شما ثابت میکنم. ما خو از 2 کتاب ثابت کردم که این مجهول است، لیکن این رو ثابت نشون بدید. نشون بدید لطفا. خب اینجا ببینید برادران عزیز. خب لماذا کامرا را واخلی قربان موسی کامرا میگه اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيكي هس زبدة المقال من معجم الرجال الحديث. خوب وش بكريت زبدة المقال من معجم الرجال الحديث.
یکی هست محمد ابن هارون ابن موسی ابوالحسین، اونجا نشانه بیتی در کتاب شما که روایت نشانه بیتی ابوالحسین؟ بفرمایید. ابوالحسین نشانه بیتی ابوالحسین محمد ابن هارون التلکبری. کی هست؟ مجهول هست. یک. دوم ای مفید هست، معجم الرجال کتاب مفیده جناب، این کتاب مفیده؟ نه پیشتر زبدة المقال من معجم نه همین الرجال. که دارید میخونین کتاب شیخ مفیده؟ این مفید هست. ببین کتاب شیخ مفیده؟ ببین بله دوست عزیز این کتاب محمد جواهری، کتاب شیخ مفید نیست، به قلم محمد الجواهری. حالا ادامه بدید. کتاب شیخ المفید هر کسی که هست، هر کسی که هست گوش بفرمایید. نه کتاب شیخ مفید نیست، دروغ نزنید. بفرمایید. این کی هست؟ ایشون شاگرد سید خویی محمد الجواهری. محمد جواهری است. المفید محمد الجواهری است. المفید من معجم الرجال. صحبت بکنید من جواب میدم. قبول کردم. اینجا ببینید محمد ابن هارون ابن موسی التلکبری مجهول. باز بیاد دیگه جای بیا. شما خفه نشوید برادری عزیز. یکی هست حوار مع فضل الله. خوب گوش بگیرید برادران عزیز. امروز ما ثابت میکنیم که این ثقه نیست. چی میگه؟ از دلائل الامام دلیل میاره. اینجا خوش گوش بگیرید. اینجا گوش بگیرید. دلائل الامامش که شما هر روز میاری. اینجا ببینید چی میگه؟ الا ان محمد ابن هارون ابن موسی التلکبری لم يرد في حقه توثیق. بقیه‌شو بخونید لطفاً. آقا یک دقیقه قاری صاحب محترم اسم کتاب رو هم بگو، نویسنده کتاب رو هم برای نه همین بقیه‌شو بخونید، جوابش هستش. بقیه‌شو لطفاً بخونید. خودت بیار با مردم نشان بدید. خودت بیار. حوار مع فضل الله. کتاب نامم زهرا هست. السید هاشم. اینجا ببینید السید هاشم هاشمی. اینجا چی میگه؟ دلائل الامامه. باز اینجا میگه که ورجال السند من أجلة الثقات أصحابنا إلا أن محمد ابن هارون ابن موسى التلكبري لم يرد في حقه توثيق بالخصوص. قبش تمام میشه، باز دیگه قب شروع میکنه. معناشو میشه معنا بکنید، ترجمه بکنید. بالخصوص ترجمه امیاس برادری عزیز. محمد سید هاشمی میگه که در امیس سندش دیگه ثقات هست، لیکن محمد ابن هارون تلکبری که هست در حقی امو کس توثیق ثابت نیست. در حقش توثیق دو کتاب پیشتر نشان دادیم که مجهول هست. باز دیگه عالم شما سید هست گفت که در روایت دلائل الامامه توثیق محمد تلکبری ثابت نیست. باز ما در اینجا دیگه در دلائل الامامه دوم راوی. او برادر شما خو یک در یک تلکبری گپ میزنی. باز دوم راوی شما را در اینجا ببین. ابو جعفر که شما در امو اول دلیلم آوردی. ابو جعفر رجال النجاشی چی میگه؟ وكان محمد ضعيفا في الحديث. دوم راوی محمد کی هست؟ محمد ابن ابي عبد الله البرقي. یک محمد ابن ابي عبد الله البرقي نیستش. اینجا در چینج کردی. من نشان میتونم که همو در دلائل الامامه طبع ایرانی احمد ابن محمد برقی هست. صبر گوش بگیری. در باز در وقت دیگه دوم راوی منش نشانه میتم. در دلائل امامه طبع ایرانی احمد ابو جعفر البرقی هست. باز که شما نتانستی که امو روایت صحیح ثابت بکنید، باز راوی را بدل کردی، با محمد ابی عبدالله برقی را بدل کردی. همه در اینجا نشانه میتم. نشون اردویش مجهول. اردویش چی هست؟ احمد ابو جعفر برقی. اگر میاریم چی هست؟ معرفت الحدیث البهبودی چی میگه؟ میگه در صفحه 71 میگه فیکون حدیثه مردودا علیه. یک. بعد در صفحه 73 میگه که او روایات از غلات و از زنادقه روایت میکرد. الله اکبر، الله اکبر. آلی برادر عزیز،
اینجا ما 3 کتاب نشان دادیم مفید هست، شما گفتی که ای مفید نیست، شاگردش جواهری است، خوب قبول کردم. بعض زبدة المقال من معجم الرجال خو هیچ چیز نگفتی. شیخ هاشمی حوار مع فضل الله میگه که لم يثبت ثقته. خب دیگه حرفتون تمام شد؟ وقتی ما تمام نیست، وقت 20 دقیقه بگیرید 50 دقیقه برید مشکل نیست، لیکن برای ما یک روایت صحیح بیا بخیر. آقا من میتونم از شما یه سوال بپرسم قبل اینکه حرفمو شروع بکنم؟ سوال مشکل نیست. ما چند نوع توثیق داریم تو علم رجال؟ چی؟ چند نوع توثیق داریم تو علم رجال؟ محمد ابن هارون ابن موسی بیت نشان. نه این سوال من نبود. چند نوع توثیق داریم تو علم رجال؟ ما لهجه دین روزم گفتم، ما لهجه شما نمیفهمم. من میگم آری صاحب سونا و توثیق دی په علم رجال کې هر یو شراوړی یو توثیق راوړ، هر یکیش که آوردی بری ما بیار. هر یکیش که سوال ما نبود. سوال ما رو لطفا جواب بدید. چند نوع داریم؟ خب من جواب میدم بهتون. دوستان عزیز، ما توی علم رجال 2 نوع توثیق داریم. خب توثیق عام، توثیق خاص. درسته؟ توثیق عام چیه؟ مثل اینه که من بگم تمام مشایخ علی آذری ثقه. اوکی؟ این میشه توثیق عام. یه توثیق دیگه داریم به اسم توثیق خاص. بگم که مثلا فلان شیخ من به اسم مثلا استاد اسرائیل ایشون ثقه است. این 2 نوع متفاوتن. کلام سید هاشم هاشمی در کتاب حوار مع فضلالله چیه؟ من بیام اینجا به شما نشون بدم که حداقل من امید داشتم شیخ مومن اینو بدونه. میگه چی میگه؟ میگه که دلال الامام فلان فلان رجال السند من اجلاء الثقات اصحابنا الا محمد بن هارون بن موسی التلکبری ولم يرد في حقه توثیق بالخصوص. میگه که توثیق خاص همون ادله که من به شما گفتم این نداره. و علیه فقط یقال به عدم المکان الحکم الاعتبار بهی ولکن میگه که میگه که به خاطر همین ما میگیم که این روایت چیه؟ اعتبار نداره. ولکن یضعف هذه القول، ولی این قول ضعیفه. خود هاشمی داره بر علیه شما حرف میزنه، میگه که همچین نمیتونیم ما همچین چیزی بگیم. چرا؟ القول ان التوثیق لا ينحصر بالتوثیقات الخاصه. میگه توثیق فقط توثیق خاص نیست. فهناک توثیق العامه ایضا. ما همینطور توثیق چی داریم؟ توثیق عام داریم. توثیق عام مثلا چیه؟ این کتاب دروس التمهیدی هستش فی قواعد رجالیه باقر ایروانی. میگه توثیقات عامه، از جمله توثیقات عام چیه؟ مشایخ نجاشی. هر کسی که از مشایخ نجاشی باشه اون توثیق عامه. حالا ببینیم که این جناب محمد تل اکبری آیا صبر برادر عزیز، جناب نپرتوار ما میخوایم که به مردم نشانه بیتی، تلاوت نمیخوایم. یکی هست دروس نه همون نشان بیتی اونجا بالا برو مشایخ النجاشی. سوال بشنو. محمد ابن موسی التلکبری بری ما ثابت کو که استاد نجاشی هست. روی چشم یه دقیقه تو حرف نپرید شما. یک لحظه اگه نپرید من براتون همینم ثابت میکنم. و بعضی توثیقات آقا جان نشون میدم. یه دقیقه او برادر عزیز، ما پیش میخوام نشون بدم که شیخ نجاشیه. یه دقیقه روی چشم کتاب طبقات الاعلام شیعه. ما اینجا بحث در یک دفعه گفتی که توثیقات عامه میگه شیخ هاشمی میگه. اول بری ما نشان بدی که کدام عالم شما محمد ابن هارون موسی التلکبری در توثیقات عامه گفت که ثقه هست. یک توثیقات عامه به مردم نشان بیتی. باز د سوال دوم برو که بری ما ثابت کو که محمد ابن موسی التلکبری استاد نجاشی بود یا نبود. بفرمایید. روی چشم این کتاب کلیات فی علم رجال شیخ جعفر سبحانی صفحه 285 میگه که و هذه الکلمات من شیخ النجاشی یعرفنا بترقته انه کان ملتزما بان لا یروی الا عن الثقه بل اجل ذلك. آقا جان من یه حرفی بزنم تمام بشه. یمکن یقال روایت امو عبارات کما که خوب بخونید که ما بفهمیم. شما آقا جان دارم خوب میخونم. دقیقاً همینه. ملتزما بان لا یروی الا عن الثقه والأجل ذلك يمكن أن يقال بل يوجب أن يقال إن عامة المشايخ النجاشي إلا من صرح بضعفه. میگه که ما اعتقاد داریم تمام مشایخ نجاشی ثقه‌اند بجز کسی که خودش گفته ضعیفه. نام میبره مشایخ نجاشی. محمد ابن موسی التلکبری استاد نجاشی بود. ثابت شد علی؟ آره ثابت میکنه. ابوالحسین ثابت. آقا جان نپرتوار بذار بخونم.
صفحه 285 ابوالحسین محمد ابن هارون تلکبری میاره زین مشایخ نجاشی، یک آله. نه پرتار کن بذار حرفم تمام بشه. نه من آقا یک دقیقه قاری صاحب محترم، قاری صاحب علی آقا یک لحظه صبر کن. قاری صاحب محترم، اگر به ما قاری صاحب آقای قاری بذار من علی آقا یک بفرمایید. من میتونم حرفم تمام بشه؟ قاری صاحب اگر به ما وقت میتی ما در لایفت حرف بزنیم، اگر به ما وقت نمیتی ما از لایفت میریم با محترمانه. اما آقاهای شما خیانت میکنه، اینجا روی به روی خیانت میکنه. چجوری خیانت میکنه؟ من دارم کتابو نشون یک میدم. لحظه علی آقا یک لحظه صبر کن. من همین دو ماجرا حق ما خود نشسته ما گپ نمیزنیم بان که برادر عزیز ما آمدیم مناظره بکنیم دیگه. قاری صاحب محترم اگر به ما وقت میدید قطعی امو کسه باش این رقم چالاق است میگه که من با مو چالاقی خودم کامیاب میشم. ما گفتم امو محمد العکبری هاشمی میگه که لم یرد فی حقه ثقه. صبر باز گفتی اینجا امو صفحه را دیدی که توثیقات چند قسم هست؟ مذهبی تو هست. باز ما چرا پرسان میکنی؟ اونجا دیدی شما دارید با من مناظره میکنی، ادعا میکنی. اوی صبر گپی ما تمام. علی صبر کن وان حرفش تمام شود. قاری صاحب بوایا سعی کنید. ما گفتم که اینجا میگه که لم یرد فی حقه توثیق بالخصوص. و برادر وقتی که یک کس خاص ثقه نباشه، عام چرا یک کس بگویه که این ثقه هست؟ باز ما پرسان کردم که در عام در اصطلاح عامه بری ما ثابت کو که ایت العکبری ثقه هست، گریختی در دیگه کتاب رفتی. باز اونجا گفتی که ای استاد نجاشی هست، ثابت کردی که یک عادی چیز را آوردی به مردم نشان. ما میگم که بگو که محمد ابن هارون ابن موسی در کتاب الرجال نشان بیتی که استاد نجاشی بود. یک باز ثقه محمد ابن موسی هارون ابن موسی العکبری در کدام کتاب بریشان علم الرجال گفته باشه که ای ثقه عامه هست؟ ثقه خاصم نمیخوایم. ثقه خاص خو اینجا هاشمی خودش گفت که لم یرد فی حقه ثقه بالخصوص. و برادری عزیز از یک کتاب در دیگه کتاب تلاوت ما نمیخواهیم. اینجا شما روی بروی بچه عمر هستی، ممکن بسیار لایفای را کردی، بسیار چیزارت به مردم شبهات دادی، لیکن اینجا شما یک در دیگه روی نرفتم تا آلی، در دیگه دا ابو جعفر نرفتم. وقتی که دا ابو جعفر برویم امی موی شما سفید میشه بخیر انشاءالله. امو محمد ابن موسی العکبری در کدام کتاب یک در علم رجال گفته شو که ثقه هست و اصطلاح عامه در قسم دوم. و باز بری ما ثابت کو که استاد نجاشی هست بود یا نبود؟ بفرمایید. خب من الان صبر کن علی صبر کن ما میخوایم که همه چیز واضح باشه. قاری صاحب شما گفتی که فرار کردی، گریختی. اگر همین لفظ را ما در مقابل خودت استفاده بکنیم میگی توهین کردی، ما میگذاریم. خیره عیبی نداره قاری صاحب. اما در اون جایی که تو فکر میکنی ما دروغ میگیم، علی دروغ میگه، کتاب شیعه دروغ میگه، همون دروغ رو بیار در نوبت خودت اثبات بکن. ولی زمانی که این برادر ما صحبت میکنه همونطوری که تو صحبت میکنی ما خاموش هستیم، شما هم به ما اجازه بدید ما حرف ما رو بزنیم. اگر اجازه نمیدی قاری صاحب ما با احترام از لایفت میریم بدون فحاشی، با احترام. نه اگر اجازه نمیدی ما حرف بزنیم ما میریم قاری صاحب. با تو اجازت نمیتم. ما فقط کتی ما پیشتر چی گفتم که بیا سوالی ما ای هست که یک روایت به ما نشان بیتی. یک روایت در امور روایت کجا هست؟ چرا او برادرانی عزیز چرا قتی مردم خودت خیانت میکنی؟ چرا با شما خیلی صحبت میکنید نمیذارید ما حرف بزنیم. صبر. من هر موقع میام حرف بزنم میپری تو حرف. صبر کن. اما روایت العکبری بر ما نشان بیتی که صحابه آمد با خانه فاطمه رضی الله عنها حمله کرد و در به خانهش در داد و محسن زایه شد و فاطمه رضی الله عنها لتکوب کرد و سینهش میده شد. هیچ در امور روایت فقط بعضی الفاظ آمد. دعوی شما در امیر روایت ثابت نمیشه. آل محمد ابن موسی العکبری توثیق کجا هست؟ توثیق عامه نشان بیتی. خب حرف تو تمام شد. من میتونم صحبت کنم بدون اینکه شما بپرید تو حرف من؟ لطفا تو حرف من نپرید. هر موقع شما صحبت میکنید من یه لحظه نمیپرم تو حرف شما. لطفا بذار من حرفم تمام بشه. شما در یک جای دیگه جای میروید. ما پیشتر گفتیم که گریختی. اگر شما از خاطر مو الفاظ ناراحت شدی ما معذرت میخواهیم. من ناراحت نشدم. من از این ناراحت میشم که شما نمیذارید من حرفم تمام بشه. 5 دقیقه به من وقت بدید نذارید. تو حرف منم نپرید.
بدی لطفا جواب بده. بله بفرمایید. تو حرف من لطفا نپرید. اوکی؟ تو حرف منه. هر موقع تو وقت خودتون هر چی خواستی من بهتون نشون میدم. دوستان عزیز، این کتاب طبقات الاعلام شیعه هستش. درسته؟ از علامه آقا بزرگ تهرانی. ذیل محمد ابن در صفحه 188 ذیل محمد ابن هارون تلاکبری میگه من مشایخ ابی العباس احمد ابن علی نجاشی. از مشایخ احمد ابن علی نجاشی بود. صفحه بعدش میگه و انه لابی الحسین محمد ابن هارون تلاکبری و هو من اکابر المحدثین. این از بزرگترین محدثای شیعه بودش، محمد ابن هارون تلاکبری. توثیق خاص نه حرف من دیگه، حرفم تمام بشه. نه نمیشه، حرف من تمام بشه. این یک مطلب. شما در باب محمد ابن هارون تلاکبری، در باب توثیق عام، ما دو تا از علما داریم میگن که یک، توثیق متأخرین حجت نیست. اوکی؟ این یکی از علما اومدن گفتن که توثیق خاص نداره محمد ابن تلاکبری، ولی به دلیلی که از مشایخ نجاشی هستش ثقه است. یک علمای دیگه ما داریم مثل علامه مجلسی و بقیه، اینا میگن که ایشون در هر حال ثقه است، چون علمای متأخرین هم چیه؟ ایشونو توثیق کردن. حالا شما اومدین گفتین که احمد ابن محمد برقی چیه؟ ضعیفه. حالا من برای شما میارم احمد بن محمد برقی به اجماع علمای شیعه چیه؟ ثقه است. اول من روایت رو بیارم که توی روایت احمد بن محمد برقیه. این کتاب ظلمات حضرت زهرا که ما بهتون نشون دادیم، ببینیم راویش کیه؟ روی احمد بن محمد البرقی. ببینیم آیا ایشون ثقه هست یا نه. این کتاب من براتون این کتابو بیارم. 40 حدیث المعتبر فی نصوص علی ائمه الاثنا عشر از شیخ احمد ماهوذی. در صفحه 71 میگه صحیح رجال و ثقات اجلال عیون احمد ابن محمد البرقی ثقتون بالاجماع. اجماع علمای شیعه اینه که احمد ابن محمد برقی چیه؟ ثقه هستش. اگه عالم میخواید من براتون بیارم که توثیق خاص برای احمد اسمش برای برقی بیاره، من تمام علما رو میتونم بیارم که ایشونو توثیق کرده. بهبودی آوردید. علامه میلانی، علامه سید حسین میلانی در کتاب در فتاوای خودش داره میگه که این شخص یعنی محمد باقر بهبودی اصلا از علمای حوزه علمیه نبود و حوزه علمیه هیچ کاری به توثیقات و تصحیحات بهبودی نداره. بهبودی برای ما عالم نیست. حوزه علمیه اومده گفته که ایشون عالم نیست، برای ما اصلا هیچ اعتباری نداره کلامش. طبق کلام علمای ما این شخص به اجماع چیه؟ به اجماع ثقه است. حالا من یک مطالب بیشتر بیارم در باب توثیق همین توثیق احمد محمد ابو حسین تلاکبری. این کتاب بهار الانوار علامه مجلسی هستش. بهار الانوار علامه مجلسی میگه که انه مجموع دعوات للشیخ الجلیل ابی الحسین محمد ابن هارون تلاکبری و هو من اکابر المحدثین. این شخصی که شما اومدید میخوای بگی که ایشون مجهوله، ایشون از اکابر محدثین شیعه هستش. دوباره در کتاب تنقیح المقال علامه مامقانی محمد، آقای مؤمن اینجا نگاه کنید، محمد بن هارون بن موسی ابوالحسین حسن، ایشون چیه؟ روایتش حسنه، ممدوحه، از مشایخ نجاشیه. مشایخ نجاشی هم همشون ثقه. در باب اینم بخواید من براتون توضیح میدم. احمد برقی هم که براتون توضیح، اصلا یه چیز دیگه هم من بگم، احمد برقی صاحب اصله. احمد محمد برقی صاحب محاسنی از صحح الکتب در نزد ما. دوباره تو کتاب تاریخ الحدیث شیعه از مهدی احمد کاظمی رحمتی، محدثان شیعه در سنه پنجم چی میگه؟ ابو حسین تلاکبری محمد ابن هارون ابن موسی تلاکبری مکانه بهی مکنا بهی ابو الحسین مکنا بهی ابو الحسین محدث. ایشون محدث بوده. میگه که نجاشی به او اعتماد داشت. نجاشی به او اعتماد داشت. بوم. صبر کنم. بفرمایید جناب مؤمن. علی دزای ما را بیشنو رئیس، اما تقلید اهل سنت نکنید که میگی بوم علی دزا بیشنو. ما شروع کردیم، شما اهل سنت از ما تقلید کردیم. صبر علی. اما شیخ هاشم میدونه از ما یاد گرفتن. بفرمایید. هاشم اخواست بیا هاشم انداوی هم بیارید. برادرانی عزیز، تصویرم ما بزنید. اعظمی بیچاره شما دیدی که از یک کتاب گفتی بیچاره. ببین محترم بزرگ احترامی نداشتیم دیگه. با احترام هارون صاحب محترم، خاطر میگیم که روی بروی دروغ میگه. هر دفعه که ما کدام سوال بکنیم جرأت نداره که سوالی ما را جواب بکنه.
برادرانی عزیز کمره مرا وصل کنید به اجماع چی هست. یک ما سوال کردم در محمد ابی عبدالله برقی نرفتم، شما پیشتر اونجا رفتی. یک شما کمی که چی نشوید برادر، شما کمی که تلوار نکنید. ما از محمد ابن هارون الاکبری تا آلی نرفتم طرفی برقی. شما آمدی برقی کی هست و کی هست و کی نیست. آلی گوش بگیرید. ما گفتم کی ثقه بری ما ثابت کنید که یک علم الرجال ده شما گفت که محمد ابن هارون ابن موسی ثقه هست. خب اینجا خوب گوش بگیرید برادرانی عزیز، اینجا خوب گوش بگیرید. این مردکه امی که با دیوال زد، این سید هست، این نشانه. خوب گوش بگیرید. السید بسام مرتضی، اینجا گوش بگیرید. زبدة المقال من معجم الرجال الحديث. یا کسی که ثقه باشه ای چی هست؟ ما نمیفهمیم که قطعا کسا چی بگوییم. محمد ابن هارون ابن موسی مجهول هست او برادر. یا کسی که کلان محدث باشه، یا کسی که کلان محدث باشه. ای کتاب خوب گوش بگیرید. ای کی هست؟ زبدة المقال من معجم الرجال الحديث. باز شما ای قدر نمیفهمید در کتابای خودید. اینجا گوش بگیرید. ای مفید می معجم الرجال الحديث محمد جواهری که هست. اینجا ببین امو روایت که از دلائل الامام آورد. محمد ابن هارون ابن موسى ابو الحسين روايته عن ابيه التلعكبر مجهول. او برادر شما کمی که خوب بفهمید که در اینجا امور روایت که در دلائل الامام آورد در امیر روایت ای مفید میگه، جواهری میگه که مجهول هست. کی هست؟ مجهول هست. دو کتاب. باز ما گفتم که این کتاب شما چی هست؟ این کتاب حوار مع فضل الله در اینجا که گفت دلائل الامامه إلا أن محمد بن هارون بن موسى الأكبر لم يرد في حقه التوثيق بالخصوص. او برادر نمیفهمین شما چرا قطعی مردم خودت خیانت میکنی؟ والله ما حیران هستم. ما میگم که او میگه بالخصوص. ای مسلمان ها، ما یک مثال میتم. ما هر کس به نامی قاری شفیع الله مؤمن میفهمه. میفهمی یا نمیفهمی؟ ابابیل جان بری ما جواب بیتی. بالکل میفهمم. اگر مردم بگویا که قاری شفیع الله مؤمن بالا نندازیم پایین. اگر ما پرسان کردیم مولای فی ما هست اینجا چی نکنید. ما پرسان کردیم از او. اگر ما بگویم شما قاری شفیع الله مؤمن بالخصوص میفهمی، میگی کی نخیر بلکه عام میفهمیم. عام کی هست؟ عام کی هست؟ یا کسی که بالخصوص نمیشناسی که او ثقه هست یا ثقه نیست، باز عامی چه رقم میفهمی. خب بیا کتاب، اما کتاب شما هست که دراوی دوم بروین. دراوی دوم بروین. خب یه دقیقه قبل اینکه برید لطفاً چیزو بیارید بالا. بن حقایقو بیارید بالا. از طرف ما مدیراتور بود. لازاری گوش کو. ما تانوز لایپ امام است. ما تانوز یک چیزی نگفتی بار مشکل نداره بیارید بالا که چیز باشه، مدیراتور باشه. نگفتم مناظره که بکنه. معرفت الحديث البهبودی درش بگو بشین. باشه بیاردش بالا بهش میگم. معرفت الحديث البهبودی را نگاه کو. صفحه 71. احمد ابو جعفر البرقي الزنادقه روایات میاره. بهبودی میگه چه رقم با یک کسی باور کنم که از زنادقه روایت ها را میاره. برو اونجا واسکو که خوب ببینید. باز محمد ابی عبدالله البرقی اگر محمد میکنی یا احمد میکنی هر دی، چرا در دو کتاب شما امون نامهای راوی را تغییر کردی؟ در یک تبع احمد جور کردی و در دیگه تبع محمد جور کردی. ممکن شما خبر نداری لیکن ما میفهمیم. شما مو چیزا نمیفهمی. در رجال النجاشی میگه وكان محمد ضعيفا في الحديث. رجال النجاشی را صفحه 335 وكان ضعيفا في الحديث. دوام راوی از اول خونه تانیستی که خودت بکشید. از اول خونه تانیستی که خودت 335 درسته؟ 335 رجال النجاشی. لطفا نشون بدید.
خب علی نشان میتیم. چرا ما موضوع امروز ما از خاطر امونه بود که من کتابا را نکشیدم، لیکن ما مشکل نداره، پس من خودم تو وقت خودم نشون میدم و دروغتون رو ثابت میکنم. خب علی من نشان میتم، صبر کن. نشر کړی سکند سره تر اوسه 1 میلیون تم نه درسېدلی. لایف د سر نشر کړی 400-500 کسان است، اوس هم 2000 کسان نه شیر کړی. لایف د سر نشر کړی هر زمریان. خب تان هر کس که دکومنت توهین کرد دایرکت بلاک میکنم. اگر این طرف باشه اگر اون طرف باشه، هر چا چې په کامنت کې توهین وکړي دایرکت به بلاک وي. وكان محمد ضعيفا. بسیار ببخشید، یک ما کوشش میکنیم که کتابات پیش ما واش شود. من بیارم ای خودتون بیارم. ما از خاطر همون نشانه دادیم رجال النجاشی. من مشکل ندارم. نه فقط یه چیز بهتون بگم آقای عبدالمومن، لطفاً با تمام احترام میگم لطفاً تدلیس نکنید، دروغ هم لطفاً نگید. باشه بگم چرا این شخصی که شما کتابای شما هست، یک کتابای شما من هست. کتابم هست، شما دارین تدلیس میکنید اصلا. نداریم به فضل خداوند متعال. چشم. حالا من میتونم صحبت کنم بدون اینکه شما پنج حرف ما دست شما ده. رجال نجاشی دوستان اسمشو خوب چیز بکنید. اوکی، نجاشی ابوالعباس جلد 1 صفحه 335. محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی برقی ابو عبدالله. اوکی، ایشون چی میگه؟ وکان محمد ضعیف فی الحدیث. حالا بریم ببینیم که این شخص توی روایت دلایل الامامه کیه. اوکی، یک لحظه به ما وقت بدید. گفتین که نجاشی رو تضعیف کرده، درسته؟ بله. خب من اسکن چیزم میارم اینجا تو کتاب المحسن. وایسین من اینجا بیارم صفحه اول کتاب المحسن ابن فاطمه از زهرا. اوکی، کتاب اینه از سید عبدالمحسن. بریم صفحه 209. روایت طبری رو میاره اینجا، توثیق دونه دونه راویای طبری. محمد ابن هارون ابن موسی رو میاره، میگه که ثقه است. مامقانی هم میگه مایس منه حسن حاله، میگه که ایشون حسنه و اراده بدالک ترحم النجاشی علیه، تا میرسه به همین جناب برقی احمد البرقی. اوکی، کجا گفت محمد چشم احمد البرقی نپرید احمد نی علی پیشتر گفتی چلاقی نکنید، پیشتر گفتی که محمد نپرید احمد البرقی نقل سید الخوئی عن نجاشی قوله و کان ثقتون. نجاشی میگه ثقه است، اومدین به مردم دروغ میزنین میگین که ضعیفه. آخه واقعا جناب
از خود کتاب نجاشی من برای شما بیارن. صبر نه نپر، تو حرف نپر. شما حرف زدی من یک لحظه نپریدم. خب گفتی که همون صفحه رو برام باز کن، همون صفحه رو براتون باز کردم. اون عبدالرحمن بودش. صبر کو. یه دقیقه این یه دقیقه آقا جان نپر تو حرف من. این برقیه توی روایت ابو جعفره. اوکی، این برقیه توی این روایت نگاه کنید. ابو احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد که مردم خوب بفهمه. اینجا صبر. آره ابو جعفر و کان ثقة صبر کنی. اینجا صبر کو. نه پرتوار من آقا جان وقت منه. این ایشون یه دقیقه ایشون ابن محمد ابو عبدالله، این ابو عبدالله این ضعیفه. ابو عبدالله ضعیفه که امو کاسا ای برقی هست نیست اینجا نشانه بیتی. آقا جان برقی خاندانه برقی بگم مثل چیه. یه دقیقه صحیح. آقا جان شما نمیفهمید. واسه من بهتون توضیح بدم جناب عبدالمومن. شما به رجال شیعه یه دقیقه شما به رجال شیعه اونقدر آشنایی ندارید. برقی یه خاندان خیلی بزرگی بود. اوکی، بینشون راویای ضعیف بود، بینشون راویای ثقه. لا حول ولا قوه. آقا جان از چیز نه برای من نیارا. اسمش چیه؟ از همون یارو بهبودی نرشون. بهبودی عالم نیستش. حوزه علمیه بهبودی رو رد کرد. معرفت الحدیث بهبودی نشان بیتی؟ نه بهبودی من ببین گوش کن. این شبهاتی که الان داری میاری نه پرتارف ما وایسا. شبهاتی که الان میاری ما اینا رو 2 سال پیش جواب دادیم. بیا من برات نشون بدم. این شبهاتی که شما الان دارید میارید، الان بهش رسیدید، ما اینا رو 2 سال پیش آوردیم جواب دادیم. من اسکنش هم همینجا دارم. با درو مثل که علی با کسی که مجهول هست. یه دقیقه نپرتارف. ما اسی کتاب‌های شما را گفتیم که این مجهول هست. من برات ثابت کردم ثقه است. نه پرتارف من دارم صحبت میکنم. کجا هست که ثقه هست؟ من برات میارم ثقه است. نه پرتارف من. این بهبودی میارم تو حرف نپر برات میارم. این معرفت الحدیث بهبودی خودش هم میگه ابو جعفر. این بهبودی عالم شیعه نیست. علمای شیعه گفتن که حوزه علمیه. نه یه دقیقه اونجا برو که برقی از زنادقه روایت میکنه. از زنادقه روایت زنادقه سال دارم. روایت زنادقه میشه ضعیف. هر کسی که از یه دقیقه کسی که چرا به مردم نشان نمیدی اونجا میگه که او عالم نیست. چون داری میپره تو حرف من. برادرانی عزیز ماشاءالله یک تیک تاکر میایا او علیم هست و یک کسی که معرفت الحدیث کتاب داره به نام معرفت. ایشون عالم نیست. علمای شیعه گفتن ایشون عالم نیست. میلانی مرجع تقلید گفته عالم نیست. مرجع تقلید ما گفته ایشون عالم نیست. وسری ول داسې ډزور باندې یو شی سي دلته غیرت نه لري خپل عوامو ته په خدای قسم زه دې ته حیران پاتې چې دا د دروغجن زامن دا خلقو ته دا دروغ په څه شکل باندې وایي. دا خلقو ته د خپل عوامو ته 2 ساعته دلته ناسي دروغ زه درته وایم ثقوالی ثابت کړه ثقوالی نیست. یو دقیقه صبر وکړه. ما اسکو چې سم سړی به تل خپل یو څوک چې خپل علماو پښتنه وکړي هغه بیا وی خپل علماو انکار وکړي اوس به بل عالم راواخلې وای دام ثقه نه ده دام عالم نه ده. یو دقیقه لیک صبر وکړي چې زه دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما نن په دې اړه باندې اوس دلته د ماته مکتبه نه خلاصېږي کش کې خلاصېدای خو ډېر خوند به کړی و. زه د دغه سړي دغه خیانت تاسو ته ښکاره کړم. د دې سړي همدغه خیانت یې تاسو ته ښکاره کړم. لا اله الا الله. زه دې ته حیران پاتې یم چې نن د ما په دې مکتبه بیا څه سوي. ابابیل جان اواز مې شته در سره؟ مهرباني اواز مشته. دا خلق دلته نور ځانونه راته مشهوري. زه درته وایم ثقوالی راته ثابت کړه. نیم ساعت دی وسول ثقوالی دی غسړي نه ثابتولی اوس یې درته ثابتوم. اوس نه خیر صبر. نه زه قاری صاحب محترم عجب دا جدي ته څومره ساده سوال دی چې تاسو فلانکي وهاله اوسینه پښتې ځینې ماتې کړې مثلا په هغې خو دوی بیخي ورځي نه. دا زه څه درته وایم ته لږ صبر وکړه. دلته دې ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
خدا خودینن اول خدام نه دی دوم یو دقیقه دلته صبر راته وکړي او دا ځای درته راواخلم یو دقیقه دلته صبر راته وکړي دا ځای پیدا ډیر مهم ځای دی چې دوی په دې روایتو کې څنګه خیانت کوي کله چې دفاع نشوي پیدا کولی دې باندې د کتابونو نه درته ښایم د ده کتابونو نه یو دقیقه د ده کتابونو نه یو ځای بل ځای دا چالاقي دي دلته له موږ سره نه قبلېږي چې ته یو ځای بل ځای ته غورځار سې یو ځای بل ځای ته د یک جای بروی د دیگه جای بروی پلانی کتاب میگه پلانی تلاوتا ما نمیخوایم شما در قبضه بچه عمر هستی یک چیز که جواب نشو به خدا قسم د دیگه جای نمیتونی که بروی در یک جای شما پیشتر ممکن قطعی مردم بحث میکردی که او نمیفهمید حالی شما ما چیزای شما را میکشون به مردم نشان میدم کمکی صبر کنید کمکی صبر کنید عند الروايات منقولة الهداية الكبرى د ما نن ګوري خبرونه د باج دوستان به قاری صاحب د تاسو کمپیوټر نن بیا څه سوي دي ځکه د ما خبرونه په څه شو تاسو ته معلوماتو خبرونه می وکړه خوب دوم الله اکبر الله اکبر عمر جان هستی بگوش خوب گوش بگیرید مسلمانانو خوب گوش بگیرید اینجا دلائل الامامه هست یعنی خوب گوش کنید اخبرني ابو الحسين محمد ابن هارون ابن موسى ای کتابای خودشان است لیکن ای جاهل نمیفهمه بیچاره اول راوی کی هست محمد ابن هارون ابن موسى ای علماء رجال ای کس نمیفهمه ای کس میفهمه اینجا ببینید اول در امیر روایت خو اول چی نیست که امو سینه فاطمه رضی الله عنها سینهش میده شد باز محمد ابن هارون ابن موسى جاء في كتاب المفيد للجواهر مجهول یک زبدة المقال لبسام المرتضى مجهول دو آل بیایید ای برادران عزیز از خاطر خدا دی خدای دی پاره ورته غوږ دی خدای دی پاره خدا گوش کنی گوش کنی دوم محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله البرقي خوب گوش بگیرید محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله البرقي من هذا الرجل دي ترجمه ازي کس نیست چرا اینجا خوب گوش بگیرید في طبعة الإيرانية مؤسسة طبعة البعثة طبعة الأولى در اینجا یک کس کی هست بلازی خدا ابو جعفر محمد ابن الولید ابن الحسن ابن احمد ابن حذف کرد اینجا ببینید علمای خودشان میگن که او را حذف کرد نامی چی صبر کنید ابو جعفر محمد ابن الولید خود دیگه طبعا میاییم بعض دیگه طبعا که محققا منهم محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله البرقي خب بیا اینجا در مدينة المعاجز لحاشم البهراني باز اینجا امی کس به نام محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله البرقي هست باز اینجا ببینید که ای کس محمد ابن هارون ابن موسى العكبري لم يرد في حقه توثيق بالخصوص اما کتاب که من نشان دادم خب در اینجا هاشمی محمد ابن احمد ابن عبد الله البرقي در امی کتاب باز امو کس بدل کرد به نامی کی
عن محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید به چی بدل کرد؟ عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی بدل کرد. میبینی یا نمیبینی او مسلمان ها؟ بالکل بالکل. نامی اصلا این روایت ما که اینجا گفتیم که شما دروغ میگی که علمای شما اینقدر خائنین هست، محدثین شما اینقدر خائنین هست. ما گفتم که محمد ابی عبدالله البرقی هست در رجال الکشی میگه و کان محمد ضعیفا فی الحدیث. شما گفتی که تو دروغ کردی، تلبیس کردی. امیش محدثین شما که دروغ میگه ما چه کنم؟ در اینجا برادران عزیز بالیازی خدا اینجا ببینید. محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی کی هست؟ محمد ابن احمد، لیکن بالا شما را دیدی که او کی هست؟ ابو جعفر ابن محمد ابن الولید یک نام در یک کتاب، باز ابو الحسن ابن احمد ابن پولان دیگه، باز در کتابی دیگه محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی. برادران عزیز روایت در اینجا از بالا ببینید که شما مدمه دلائل الامامه، کتاب روایت دلائل الامامه اینجا ببینید. قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی. این قدر جاهل هست که در اصلی کتاب محمد هست، باز که در کتابای دیگه به نام احمد بدل کرد. چقدر خائنین هست اینجا ببینید. خوب گوش کنید برادران عزیز. اخبرني ابو الحسين محمد ابن هارون ابن موسى التلاكبي قال حدثنا ابي قال اخبرني ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله. کی هست؟ ببینید. قال حدثنا محمد. اینجا شما بروید، ما اینجا حواله را نمیشته کردیم، متاسفانه که ما کتاب محمد ابی عبدالله البرقی اینجا شما را دیدی، محمد ابی عبدالله البرقی. اینجا سيكونید محمد ابی عبدالله البرقی و کان محمد ضعیفا فی الحدیث، رجال النجاسی صفحه 335. خب گفت که شما تلبیس میکنی، تلبیس ما نمیکنیم، تلبیس خائنین علمای شما کرد، تلبیس امو خیانت محدثین شما. یک کس به نامی کی بدل کرد؟ بالیاز خدا مسلمانان خوب را گوش کنی. محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله البرقي. بیا در کتاب در طبعه دیگه دلائل الامامه محمد ابن هارون ابن موسى التلاكبي، بعد اینجا ببینید امو کس ابو جعفر ابن محمد دیگه طبعات محققه، طبعات کس محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله البرقي هست. باز در کتاب های دیگه به نام محمد ابن ابي عبد الله البرقي آمد در دیگه کتاب ها. باز اینجا سی کنید محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی آمد، لیکن اینجا ببینید ای خائنه که کدام کتاب را اور فی کتاب هجوم على بیت فاطمه. اینجا ببینید بلی از خدا عن احمد ابن ابی عبدالله برقی بدل کرد. خوب گوش کنید، بلی از خدا مسلمان ها. بالکل خالص. اینجا این خوب گوش بگیرید. عن محمد ابن هارون ابن موسى عن أبيه عن محمد ابن الحسين ابن أحمد ابن الوليد عن أحمد ابن أبي عبد عن أحمد محمد بنامي چی بدل کرد؟ خوب نمیفهم بپای مرا میفهمی عمر جان یا نمیفهمی یا ما خودم لا متعرض قرص. اینجا ببینید بجای محمد احمد رو تبدیل کردن. عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي. یک باز در دلائل الامامه اینجا محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی باز آمد. ببینید پایین. خب اینجا که بدل کرد به نام احمد ابن ابی عبدالله البرقی، ما گفتیم که احمد ابو جعفر برقی اسم کنیش است، فیکون حدیثه مردودا علیه. کتاب معرفة الحديث البهبودي گفت که عالم معنیس انکار کرد. 71 صفحه از زنادقه روایت ها می اور. ای کاش که ما دی وقت می بودیم که مو کتابا را کل بکشیم. لیکن اینجا احمد ابن ابی عبدالله البرقی در اصلی کتاب چی هست؟ در دلائل الامامه. دلائل الامامه اینجا خوب گوش بی. حدثنا محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی. لیکن در دیگه کتاب ها چی رقم چینج کرد، تغییر کرد. اینجا گوش بگیرید عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی. در اینجا ما کسانی که تلاوت میکنن نمیخواهیم، ما میخواهیم که کسانی بیایه که گوش بگیره.